خبر جدید اینه که ایلان ماسک دیگه قرار نیست تو دولت کار کنه و قراره بره سمت کریپتو و داستان دوج و یا گاز. خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه از سی تی جی یعنی کشتی گیم. من محسنم و امروز اومدیم با یه خبر از ایلان ماسک. خبرمون اینه که دیگه ایلان ماسک قرار نیست توی دولت کار کنه و قراره بره سمت چیزایی که دوستشون داره و عشقشو داره. ایلان ماسک قراره که کل تمرکزشو بذاره رو کارهایی که داره انجام میده، مثل اسپیس ایکس، تسلا و شرکت‌های دیگه‌ای که داره. ایلان ماسک دیگر در دولت آمریکا نقشی نداره و اینجا گفته که ایلان ماسک از پایان حضورش در دولت آمریکا خبر داد و گفت رو شرکت‌های خودش متمرکز میشه. بچه باید ببینیم که ایلان ماسک قراره چه تکنولوژی جدید دیگه‌ای بیاره تو دنیا و قراره چه حرکت خفنی بزنه بعد از این تصمیم. چون هر موقع ایلان ماسک میگه من نمیخوام بیام درگیر مثلا یه سری کارا بشم، بعد میخوام متمرکز بشم روی یه سری کارهای دیگه، این میخواد یه حرکت جدید بزنه، میخواد یه کار خفن انجام بده. حالا اون چی باشه دیگه بعداً میفهمیم که چیه. بچه یه تأثیری که رو بیزنس و کارش و اینا داشته، این تیکر رو من بخونم براتون. این تأثیرش رو بازار سهام و این چیزای شرکتشه. قیمت سهام تسلا از زمان اعلام عقب نشینی او از فعالیت دولتی روند صعودی گرفته. یعنی از لحظه‌ای که گفته من دیگه میخوام برم این کارو ول کنم و برم متمرکز بشم رو تسلا، چون مردم میدونن، اطلاع دارن که قرار این شرکت بهتر بشه و قرار فروشش بیشتر بشه، حالا یا قرار محصولاتش بیشتر بشه، خب میرن پولاشون رو سرمایه گذاری میکنن رو تسلا، در نتیجه سهامش میره بالاتر. یعنی موقعی که پول وارد تسلا میشه یا خبر خوبی درباره اون شرکت میاد، خود به خود سهام اون شرکت میاد بالا. حالا فرقی نداره تسلا باشه یا یه شرکت دیگه، چون کلا روند مارکت و بازار همینه. حتی رو خود ماشینای تسلا هم تأثیر خیلی خوبی گذاشته، یعنی قیمتشون رفته بالاتر. البته این روند صعودی واسه خود شرکت تسلا بهتره، نه واسه کسایی که دارن میخرن، چون بقیه که میخرن باید گرونتر بخرن. در نتیجه خب این برای تسلا بهتره، نه برای مردم استفاده کننده های سایبر تراک و ماشینای تسلا. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. یادتون نره کانال رو حتما سابسکرایب کنید. اگه به فیلم و سریال، انیمیشن و انیمه و این چیزا هم علاقه دارید، حتما کانال بست مووی رو دنبال کنید. اگرم که به دنیای ارزهای دیجیتال، کریپتو و NFT و این چیزا علاقه دارید، حتما کانال کریپتو کشتی رو دنبال کنید. لینکش رو میذارم تو دیسکریپشن، حتما چک کنید ببینید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید. نظراتتون رو حتما بذارید راجع به ایلان ماسک و راجع به دنیای تکنولوژی و بگید چه خبرایی بیشتر دوست دارید براتون بذارم تا من از همون مدل خبرها پیدا کنم سریع بذارم.